وقتی از بمبی به اسم ترینیتی برای اولین بار استفاده شد، گفته میشد این بمب قرار صدمات بسیار بزرگی به زمین وارد کنه. حداقل وقتی داشتن این بمب رو تولید میکردن، چیزی که خیلی ازش میترسیدن هم همین بود. ولی با توجه به خطرات بالقوه‌ای که این بمب داشت، این تهدید اتمی رو تو تاریخ 6 ژوئیه 1945 به حال خودش رها کردن. این بمب اولین بار با شدت بسیار زیادی منفجر شد. به همراه انفجار این بمب تو آسمون نیومکسیکو ابر قارچی شکلی بزرگتر از کوه اورست به وجود اومد. البته در پایان این آزمایش چیزی که ازش ترسیده میشد اتفاق نیفتاد و چون ضرر و آسیبی به وجود نیومد، دانشمندان به فعالیت‌های اتمی ادامه دادند. انسان‌ها تصمیم گرفتن از بمب اتم در راستای نیازهای خودشون استفاده مفید بکنن، ولی این برنامه توهمی بیش نبود. تو این ویدیو امروز قراره براتون درباره اینکه یه انفجار زیرزمینی چطور میتونه فضا رو تحت تأثیر قرار بده، آزمایش اتمی که به اسم هیروشیمای دوم هم یاد میشه و مهمتر از همه اینکه کدوم یک از آزمایشات هسته‌ای نتایج مخربی بیشتر از اون چیزی که فکرش میشد به بار آورد رو توضیح بدیم. اگه آماده هستین ویدیو رو شروع کنیم. آزمایشات هسته‌ای آزمایش‌هایی هستند که به منظور تست سلاح‌های اتمی، میزان تأثیر و شناسایی ویژگی‌های عمومی این سلاح‌ها انجام میشن. تا قرن 20 خیلی از کشورهایی که در حال توسعه سلاح‌های اتمی بودن، آزمایشات هسته‌ای انجام دادن. این کشورها به واسطه انجام آزمایشات هسته‌ای اطلاعات زیادی درباره سلاح‌های اتمی به دست آوردن، ولی آزمایش سلاح‌های اتمی باعث اتفاقات تلخی هم روی زمین شده. از آزمایشات هسته‌ای مخصوصاً به عنوان ابزاری برای نشون دادن قدرت نظامی و علمی کشورها استفاده میشه. دلیل اصلی انجام این آزمایشات در واقع زهر چشم گرفتن از کشورهای رقیب در زمینه مجهز شدن به تسلیحات هسته‌ای هست. وقتی نتایج آزمایشات آشکار میشه، در واقع کشورها قدرت اتمی خودشون رو به دنیا نشون میدن. وقتی تو تاریخ 1945 ایالات متحده آمریکا اولین آزمایش اتمی رو انجام داد، کل دنیا وارد یه مبارزه تسلیحات هسته‌ای شد. ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق در زمینه تسلیحات هسته‌ای پروژه‌های بزرگی رو انجام دادن. کشورهایی که تمایل داشتن در زمینه تسلیحات هسته‌ای پیشرفت کنن، تو این بازه زمانی تست‌های زیادی انجام دادن. ولی آزمایش و استفاده از این سلاح‌های اتمی ضررهای جبران ناپذیری به دنیا وارد کرد. ایالات متحده آمریکا تو تاریخ 16 ژوئیه سال 1945 برای اولین بار سلاح هسته‌ای رو آزمایش کرد و تنها 2 هفته بعد از این آزمایش، یعنی تو تاریخ 6 آگوست 1945، ایالات متحده آمریکا به ژاپن حمله اتمی کرد. ایالات متحده آمریکا اسم این بمب اتم رو پسر کوچک یا همون لیتل بوی داده بود. این بمب که از طریق هواپیمای بمب افکن روی ژاپن رها شده بود، تو همون لحظه برخورد باعث مرگ 70,000 نفر شد. در بین این کشته شده ها بچه‌های کوچیک هم بودن. به خاطر باقی موندن تأثیر مواد رادیواکتیو این بمب، بیماری‌های زیادی به وجود اومد و تعداد کشته شده ها از مرز 90,000 نفر گذشت. بیاین با همدیگه ببینیم این سلاح‌هایی که باعث ویرانی‌های زیادی میشن چی هستن و چطور آزمایش میشن و بفهمیم که این سلاح‌ها حتی موقع آزمایش و تست هم چه ضررهایی به دنیا وارد میکنن. خطر انفجار هسته‌ای از زیر زمین. به 75 سال قبل برمیگردیم. تو اون سالها 100 کیلومتر دورتر از تابلوهای روشن شهر لاس وگاس، تو نوادا منطقه آزمایش هسته‌ای وجود داشت. ایالات متحده آمریکا تو این منطقه آزمایشات هسته‌ای انجام میداد. نورهایی که به خاطر انجام آزمایشات تو این منطقه اتفاق میافتاد ممکن بود باعث کور شدن هم بشن. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا تو سال 1957 تو این منطقه آزمایش جدیدی رو شروع کرد. اسم این آزمایش پاسکال 8 بود. به عنوان بخشی از این آزمایش و برای انفجار طبقات زمین، معدنی 150 متری حفر شد و تو این معدن بمبی که فقط 29 کیلوگرم وزن داشت جاسازی شد. این بمب همچنین حاوی مقداری کمتر از 1 کیلوگرم TNT بود. طبق استانداردهای نظامی این بمب خیلی کوچکی بود.
طبق پیشبینی دانشمندان این بمب قرار نبود سطح زمین رو تحت تاثیر قرار بده. یعنی گفته میشد این بمب قرار نیست بعد از انفجار به بیرون از تونل رسوخ کنه، ولی کارها طبق نقشه پیش نرفت. بعد از انفجار بمب از زیر زمین شعله‌ای مهیب به ارتفاع 10 متر به بیرون زبانه کشید. این انفجار خیلی شدیدتر از انفجاری بود که انتظارش میرفت، چون که قدرت واقعی این بمب 55 تن بود. یعنی اینجوری میشه گفت که این بمب 50,000 برابر قوی تر از چیزی بود که سازنده هاش تخمین زده بودند. این انفجار شبیه این بود که بخوای با فشفشه‌های نورانی کل شهر رو نورانی کنی. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا بعد از سورپرایز ترسناک این بمب هسته‌ای همچنان مصمم بود تا به آزمایشات هسته‌ای ادامه بده. بعد از آزمایش پاسکال اید، آزمایش دیگه‌ای به اسم پاسکال B مجوز تست گرفت. دانشمندان برای اینکه تو این آزمایش احتمال خطا کمتر بشه با دقت زیادی فعالیت کردند. این دفعه راه ورودی معدن حفر شده رو با 90 کیلوگرم آهن بستن. طبق برنامه این در آهنی توانایی مقاومت در برابر هر نوع انفجاری رو داشت. این دفعه دیگه دلیلی واسه نگرانی وجود نداشت. انتظار میرفت که همه چیز طبق برنامه پیش بره، ولی دانشمندان باز هم خطا کردند. انفجار درپوش رو با قدرتی 300 تنی از جا کند و درپوش با سرعت باور نکردنی 66 کیلومتر بر ثانیه از جا کنده شد. این سرعت 6 برابر بیشتر از سرعت موشک آپولو بود که 10 سال بعد به هوا پرتاب شد. شاید در کنده شده اولین چیزی بود که از طرف ایالات متحده آمریکا به فضا رفته بود. به احتمال زیاد این در تو جو نیست و نابود شده. علیرغم همه این نتایج پیشبینی نشده، ایالات آمریکا به آزمایشات هسته‌ای خودش ادامه داد. کابوس‌های هسته‌ای در بهشت. اسم این تکه از بهشت جزیره مرجانی بیکینی هست. این منطقه که جزئی از جزایر مارشال هست، تو نگاه اول مکان فوق‌العاده‌ای برای گذراندن تعطیلات به نظر میاد. ولی به نظر میاد که از سال کسی تمایل به گذراندن تعطیلات تو این جزیره رو نداره. چون که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا توی منطقه بیشتر از 20 آزمایش هسته‌ای انجام داده و این آزمایشات به اندازه کافی آزمایشاتی ویرانگر و مخرب بودن. تو ژوئیه 1496 ناوگانی متشکل از 90 کشتی جنگی به عنوان جزئی از آزمایش هسته‌ای بیکر تو آبهای این جزیره ساکن شدند. هدف استقرار این ناوگان بررسی تاثیر انفجاری بمب اتمی توی دریا بود. بمب اتمی زیر یک ناوچه آبی خاکی بسته شد و به عمق 27 متری آب فرستاده شد. این بمب با قدرت 3 کیلوتن ناوچه رو به اتم‌های تشکیل دهندش تقسیم کرد، یعنی ناوچه رو نیست و نابود کرد. به خاطر این انفجار ستونی از آب به ارتفاع برج خلیفه ایجاد شد. صدها تن آب به خاطر قدرت انفجار به هوا رفت. در نتیجه این انفجار و بالا رفتن آب سونامی به وجود اومد و 9 تا از ناوچه‌های آبی خاکی غرق شدند و بقیه هم شانس زیادی برای نجات نداشتند و به خاطر تأثیرات هسته‌ای ناشی از انفجار بقیه ناوگان هم به تشعشعات رادیواکتیو آلوده شدند و این ناوچه‌ها رو غرق کردند. ولی نیروهای نظامی آمریکا از انجام این آزمایش هیجان زده بودند. آزمایشات هسته‌ای به این آزمایش ختم نشد. 6 سال بعد نیروهای نظامی آمریکا تو منطقه‌ای نزدیک به این مکان به اسم جزایر مرجانی انویتاک وسیله دیگه‌ای رو آزمایش کردند. این وسیله پرمخاطره قابلیت افزایش قدرت و خطر انرژی هسته‌ای تو ابعاد بیشتر رو داشت. در نوامبر سال 1952 این وسیله برای تست شدن آماده شد. اسم رمز این آزمایش آیوی مایک بود و معادل آزمایش بیکر بود. تو این آزمایش مقدار 10.5 تن انرژی مخرب آزاد شد و بمبی که منفجر شد اولین بمب هیدروژنی آمریکا تو تاریخ بود. وقتی بمب منفجر شد، انرژی که به خاطر انفجار اتمی آزاد شد در حال جوشیدن بود و این جوشش و غلیان هم باعث اثر مرگبار و مخرب و خطرناکی شد. ابر قارچی شکلی که به خاطر این انفجار تشکیل شده بود تا ارتفاع 37 کیلومتری و به حال جوشان بالا رفت. آسیب ناشی از این بمب قرار بود باعث بخار شدن اون منطقه بشه، ولی بمب اتمی فقط به محیطی که توش منفجر شد آسیب نزد، بلکه محیط اطرافش رو هم تا شعاع 56 کیلومتری آلوده کرد. موقع انجام این آزمایش نیروهای نظامی آمریکا برای انجام مراحل پیشرفته‌تر اقدام به جمع‌آوری نمونه‌های انفجار کردند.
بعد از انفجاری که اتفاق افتاد، 3 هواپیما به محل تشکیل ابر قارچی شکل فرستاده شد. هدف از فرستادن این هواپیماها این بود که وارد این ابر قارچی شکل خطرناک بشن و از داخل این ابر تکه‌هایی به عنوان نمونه بردارند. یکی از هواپیماهایی که برای جمع‌آوری نمونه از ابر قارچی شکل فرستاده شده بود، دیگه هیچ وقت برنگشت. ابر اتمی کاپیتان جیمی رابینسون رو بدون اینکه کوچکترین اثری ازش باقی بمونه در خودش حل کرد. هنوز هم که هنوزه از جیمی رابینسون به عنوان مفقودالاثر یاد میشه. 2 هواپیمای دیگه از محل تشکیل ابر قارچی شکل برگشتن. از طریق نمونه‌های جمع‌آوری شده توسط این 2 هواپیما 2 عنصر شیمیایی جدید شناسایی شد. این 2 عنصر جدید شیمیایی اینشتینیوم و فرمیوم بودند. در حالی که این اتفاقات داشت میافتاد، توی یک گوشه دیگه از دنیا یه تهدید اتمی دیگه در حال قدرت گرفتن بود و این خطر اتمی از قبلی‌ها خطرناک‌تر بود. بازگشت دوباره بمب هیدروژنی قرمز. این تصویر شبیه عکسی از ماه به نظر میاد، مگه نه؟ ولی این منطقه روی زمین قرار داره. اینجا منطقه آزمایشی تو قزاقستان هست که قبلا بخشی از اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده. تو سال 1955 اتحاد جماهیر شوروی سابق خواست که به همه دنیا نشون بده که صاحب چه سلاح کشنده‌ای شده و قرار بود از بمب‌های هیدروژنی RDS-37 برای آزمایشات تو این منطقه استفاده بشه. وقتی روز آزمایش فرا رسید، بمب هیدروژنی از طریق یک بمب افکن توپولوف تو 16 به ارتفاع 12 کیلومتری برده شد. وقتی هواپیما به این ارتفاع پرواز کرد، تجهیزات راداری دچار اختلال شدند و آسمون ابری شد. به خاطر این مشکلات، مسئولان شوروی سابق خواستن این بمب‌ها رو به صورت تصادفی روی کوه‌هایی رها کنند، ولی دقیقه آخر نظرشون رو عوض کردند. تصمیم گرفتن که اون روز آزمایشات رو انجام ندن و به خاطر این تصمیم سرگرد فدور گالاواشکو مجبور شد همراه با بمب هیدروژنی اولین فرود اضطراری خودش رو انجام بده. نیروهای نظامی شوروی علیرغم همه کماکاسی‌ها 2 روز بعد دوباره آزمایش رو شروع کردند. 20 نوامبر 1955 بمب پرتاب شد. به خاطر انفجار این بمب، ابر قارچی شکلی به ارتفاع 12 کیلومتر به هوا رفت. ارتفاع این ابر قارچی شکل خیلی بیشتر از ارتفاعی بود که هواپیمای مسافربری اوج می‌گیرد. این انفجار قدرتی معادل 1.6 مگاتن داشت. به خاطر موجی که در نتیجه این انفجار به وجود اومده بود، به طور غیرمنتظره ساختمان‌هایی که تو فاصله 200 کیلومتری از محل انفجار بودن آسیب دیدن. مسئولان شوروی سابق فهمیدن که با استفاده از این بمب خیلی راحت میشه شهرهای کشورهای رقیب رو از صحنه روزگار محو کرد. ولی این قدرت اونها رو راضی نکرد. 30 اکتبر 1961 تصمیم گرفتن تا قدرتمندترین بمب تاریخ رو آزمایش کنن. اون روز تو جزیره نووایا زمیلا که جزیره تو قطب شمال بود، هواپیمای توپولوف تو 95 به هوا پرواز کرد. این هواپیما داشت قوی ترین بمب تاریخ رو حمل می کرد. این بمب 27 تنی بمب تزار بود. اگر هواپیما مثل بقیه هواپیماها بمب رو رها می کرد، زمان کافی برای پرواز به نقطه امن رو نداشت و به خاطر اثرات بمب هیدروژنی تیکه تیکه می شد. برای اینکه بعد از رها کردن بمب خلبان‌ها به سلامت برگردن، این بمب با چتر نجات به پایین انداخته شد و بمب وقتی به ارتفاع 4 کیلومتری زمین رسید، تو جزیره نووایا زمیلا خورشید جدیدی درخشید. این بمب بعد از انفجار نزدیک به 58 مگاتن نیرو آزاد کرد. این نیروی فوق‌العاده زیاد بود. قدرت این بمب 4 برابر بیشتر از کلاهک‌های جنگی قبلی بود. این انفجار مهیب از گرینلند که هزاران کیلومتر دورتر از محل انفجار بود، حتی از آلاسکا هم قابل رؤیت بود. ارتفاع ابر قارچی شکل حاصل از انفجار تا 65 کیلومتری آسمان رسید. این ارتفاع فوق‌العاده به نصف فاصله‌ای می‌رسید که بین زمین و آسمان وجود داره و این دو رو از هم جدا می‌کنه. پس لرزه‌های ناشی از انفجارها 3 مرتبه زمین رو تحت تأثیر قرار داد. اگه اتحاد جماهیر شوروی سابق با این بمب قسمت غربی ایالات متحده آمریکا رو بمباران می‌کرد، میتونست شهرهای بزرگ و منطقه رو نابود کنه. به علاوه میتونست باعث به وجود اومدن زلزله‌های بزرگ تو هر قسمتی از ایالات متحده آمریکا بشه. آمریکایی‌ها علیرغم این ترس بزرگ نترسیدن، چون اونها هم بیکار ننشسته بودن و هیولاهای اتمی خودشون رو تولید کرده بودن.
بمب‌های هیدروژنی همچنان عامل خطر به شمار میرن. 1 مارس 1954 نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در قالب عملیات قلعه آزمایش جدیدی انجام دادند. این آزمایش قرار بود بعد از انجام ضرر و آسیب زیاد و اسم بد از خودش به جای بذاره. دانشمندان تخمین زده بودند که قدرت این بمب قرار نیست بیشتر از 6 مگاتن باشه. ولی مثل بقیه آزمایش‌ها تو این آزمایش هم خطا کردند. بمب هیدروژنی برای انسان‌ها سورپرایزهای جدیدی به همراه داشت و این سورپرایزها کاملاً بد بودند. انفجار بمب قلعه براو باعث آزاد شدن انرژی و قدرتی شد که دنیا تا به حال نظیرش رو ندیده بود. انرژی که به دنبال این انفجار آزاد شد بیشتر از 15 مگاتن بود. دانشمندان آزاد شدن این مقدار از انرژی رو پیش بینی نکرده بودند. لیتیومی که انتظار میرفت عکس‌العمل بمب هیدروژنی رو کاهش بده برعکس عمل کرد و باعث قدرتمندتر شدن انرژی آزاد شده شد و در نتیجه این اتفاق توپ آتشین این بمب از مسافت 7 کیلومتری هم گذشت و منطقه وسیعی رو تحت تأثیر قرار داد. ابر قارچی شکل ناشی از انفجار تا ارتفاع 40 کیلومتری بالا رفت و وسعتی 100 کیلومتری رو در بر گرفت. به خاطر اثرات ناشی از انفجار این بمب مناطق وسیعی تخریب شدند. تشعشعات ناشی از انفجار به اطراف پخش شد. به خاطر این انفجار تو منطقه وسیعی اثرات منفی مشاهده شد. تشعشعات پخش شده به اطراف به انسان‌ها هم آسیب زد. تو قایق ماهیگیری دایگو فوکوریو مارو 23 ماهیگیر ژاپنی تحت تأثیر تشعشعات رادیواکتیو قرار گرفتند. این ماهیگیرها بیخبر از همه جا به خاطر آزمایش اتمی در معرض تشعشعات هسته‌ای قرار گرفتند. به خاطر تأثیرات هسته‌ای یکی از این 23 ماهیگیر جان خودش را از دست داد. بقیه هم به خاطر تأثیرات ناشی از تشعشعات اتمی بقیه زندگیشون رو با درد کشیدن ادامه دادن. همه روزنامه‌های دنیا به انفجار قلعه براو اسم انفجار هیروشیمای دوم رو دادن. ایالات متحده آمریکا مجبور شد تا به دولت ژاپن مبلغ 15 میلیون دلار غرامت پرداخت کنه. علیرغم ضرر و زیان ناشی از این انفجار برای محیط زیست، حیوانات و انسان‌ها، درست 2 ماه بعد از این ماجرا، نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا تو همین جزایر دوباره اقدام به آزمایش همون بمب‌ها کردند. اسم این عملیات آزمایش هسته‌ای قلعه یانکی بود. میزان انرژی آزاد شده در این انفجار مشابه میزان انرژی آزاد شده تو آزمایش انفجار قلعه براو بود. به خاطر این انفجار 13.5 مگاتن انرژی آزاد شد و این دفعه تاثیر انفجار این بمب هیدروژنی محدود به اقیانوس آرام نشد و فقط در عرض 4 روز تشعشعات رادیواکتیو به مکزیک و غرب ایالات متحده آمریکا هم رسید. 65 سال بعد از انجام این آزمایش مقدار پلاتونیوم موجود در محیط اطراف حتی 10 برابر بیشتر از ایستگاه چرنوبیل هست. خبر خوب این که کشورهای انجام دهنده این آزمایشات سلاح‌های اتمی متوجه شدند که هیچ راهی برای اهلی کردن این هیولای ترسناک وجود نداره. به دنبال ضررهای وارد شده به دنیا و واکنش‌هایی به وجود اومده نسبت به این آزمایشات، این دولت‌ها تصمیم به توافق گرفتند. سال 1963 ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق به توافق رسیدند که انجام هر گونه آزمایشات هسته‌ای روی زمین ممنوع بشه. این توافق هنوزم که هنوز پابرجاست. اگه این آزمایشات خطرناک هسته‌ای همچنان ادامه پیدا می‌کرد، واکنش شما چی بود؟ اگه انجام این آزمایشات هسته‌ای ممنوع نمی‌شد، آیا تمایل داشتین همچین عکسی گرفته بشه؟ منتظر نظرات شما هستیم. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. اگه از این نمونه ویدیوها خوشتون میاد، حتما ویدیو رو لایک کنید، به دوستانتون به اشتراک بذارید و در قسمت کامنت حتما نظرات خودتون رو بنویسید. با تشکر.